سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و روز خوبی داشته باشید. من زهرا قربانی هستم، مدیر و مؤسسه آموزشگاه طراحی دوخت نیکان. امروز قراره با هم دیگه این لباس عروس رو بدوزیم و زیرساز این لباس عروس رو با هم کار کنیم. من از قبل برشش رو انجام دادم و قسمت های فنه رو با خودکار حرارتی طراحیش انجام دادم. برای این قسمت ببینید اینجا قراره تور بخوره مثل کار. این قسمت رو ببینید، این قسمت چون تور میخوره 1 سانت از پایین تور که قراره تور رو بدازیم 1 سانت پایین تر فنرمون رو میذاریم و تا این قسمت دوخ میزنیم و این قسمت ها هم علامت زدیم و فنر 10 میل کار میکنیم. این قسمت ها هم فنر 10 میل و این قسمت ها هم فنر 10 میل. از این قسمت به صورت یک خط مستقیم میکشیم. من 3 بار کشیدم که اشتباه میشد. شما یک خط مستقیم بکشید برای فنر. اینجا قسمت سینه، از قسمت سینه تقریبا 1 سانتی متر بالاتر فنر خط و علامت میزنید و فنرمون رو میدوزیم، هم این قسمت هم این قسمت. بریم که با هم دیگه فنرهاشو بدوزیم و قلقهای فنرکشی رو بهتون بگم. ابزاری که احتیاج داریم: فنر 10 میل، فندک و دنباریک. فندک رو برای چی استفاده میکنیم؟ برای اینکه فنرهامون ریش نشن. این قسمتشو یک مقدار فندک میزنیم و برای اینکه محکم شه میتونید به میز بکوبید یا نه اگه عادت دارید میتونید با دستتون به این صورت انجام بدید. خب میریم این قسمت ها رو بدوزیم. از قسمت پایین اگه قراره به دامن یا لباس عروس وصل بشه، از قسمت کمر 2 سانتی متر به سمت بالا میایم فنرمون رو بدوزیم. ولی نه اگه قرار نیست به دامن و هیچ چیز دیگه وصل نشه، از همین لبه فنر رو میدوزیم و از قسمت پایین قلفتی میکنیم. چون لباس عروس هست و ما میخوایم دامن بهش وصل کنیم، 2 سانت از قسمت بالا جا میذاریم و همینطور از قسمت سینه چون قراره قلفتی کنیم یک و نیم سانت الی 2 سانت جا میذاریم و فنر رو اینجا تموم میکنیم. بریم که فنر رو با هم بدوزیم و قلقاشو بهتون بگم. اول کار رو اتو میکنید، یک بار به صورت این مدلی اتو میکنید، یک بارم باز میکنید اتو میکنید و مجددا اتو رو برمیگردید به سمت CF. این تمام این عصایی ها باید به قسمت CF اتو بخوره و به این صورت فنرامون رو میدوزیم. قسمتی که فندک زدیم ببینید دوختی که انجام دادیم 1 سانتی متر فنر رو حالت قوسی فنر رو ببینید به این سمت قوسی قرار فنرمون رو بزنیم. فنرمون 10 میل هست، 1 میل این ور دوخت فنرمون رو قرار میدیم. خب دوستان ببینید ما رسیدیم به قسمت سینه. به قسمت سینه که رسیدیم سوزنمون رو داخل کار میذاریم بمونه. ببینید تقریبا یه اندازه میزنیم. ببینید به این صورت یه اندازه میزنیم، یه چند میل بزرگتر قیچی میکنیم. یه چند سانتی متر بلندتر قیچی میکنی. با این قیچی ها، اینا قیچی های مخصوص این نمدوزی هستش که راحت تر فنر رو قیچی میکنه. من از این قسمت با این قیچی ها کار میکنم. یه چند سانتی متر بزرگتر میذاریم و کار رو قیچی میکنیم تا بهتون بگم. خب با کمک یه بشقاب ببینید سر این فنرها رو به این صورت یه خود ریش ریش میکنید تا این فنرها بیاد بیرون. ببینید
ما الان میخوایم به این سمت بدوزیم دیگه، میخوایم یه مقدار این فنرها رو بکشیم. این فنرها رو با دنباریک، ببینید با دنباریک به این صورت یک مقدار، ببینید اینی که قسمت اولش هست و یه مقدار کم میکشیمش، میکشیم به سمت خودمون. ببینید خودش نگاه کنید وقتی میکشیم هم این قسمت هم این قسمت. به چند روش میشه این فنرها رو دوخت. راحت ترینش این روشه. بعضیا میذارن روی مانکن اتو میزنن، ولی خب این روش بهتره. قوسمونه که دادیم شروع میکنیم به دوختن. وقتی فنر رو میکشیم خودش خود به خود میخوابه، قوس میخوره. خب ببینید به این قسمت که رسیدیم یه تا میزنید، خب دوباره قیچی میکنید. گفتم یه چند سال بیشتر بوده، شما از این کمتر بذارید، من بیشتر گذاشته بودم. ببینید وقتی میخواید فندک بگید فندک رو مستقیم نگین، چون این نختون پاره میشه. یه خود کج کنید به این سمت، فندکتون رو انجام بدید، کار فنر رو بسازید و به این صورت. و مجدد یک بار دیگه از پایین از لبه کار میدوزیم. اگر دیدید فنرتون نمیخوابه و خیلی دارید اذیت میشید، میتونید یه خورده چرت‌های ریز بزنید. ببینید به این صورت، ببینید به این صورت یه مقدار چرت‌های ریز بزنید که این فنر بخوابه. ولی چون شما اگه اینو راحت‌تر تمیزتر بکشید خودش میخوابه و اصلا نیاز نیست به چرت. ولی اگر دیدید سختتون بود حتما یه چند تا چرت بزنید تا این راحت‌تر بخوابه. از این قسمت حالا برمیگردونیم، یه پایه نیش میزنیم و یه دونه پایه میزنیم به این صورت. اول پایه نیشمون رو میزنیم، از قسمت بالا شروع کنیم، یکیشو از بالا یکیشو از پایین. خیلی باید آروم کار کنید تو زنتون لب پر نشه، چون فنر میدید فنر صبر و حوصله بالایی میخواد. به این صورت با درجه 3.5 و 3 میتونید بدوزید که برای من روی 3.5 هستش. حالا بریم قسمت پایه. اون سمت هم به همین صورت میدوزیم. خیلی آروم و با حوصله کار کنید. ببینید این دوخت فنر به این صورت و تمیز. این هم قسمت پشتش، ببینید اصلا هیچ اضافه ای نداشت که من بخوام اضافه رو بگیرم. دقیقا 1 سانتیمتر گرفتم، 10 میل مساوی با فنر بودش. این قسمت هم به همین صورت دوختش انجام میدیم. بریم ما بقیه فنرها هم بهتون بگم. برای دوخت این قسمت چون ما یک
طرف کار رو از پایین میدوزیم و یک طرف رو باید از بالا بدوزیم. الان میخوام از بالا شروع کنم بدوزم. قبل اینکه بخوام شروع کنم اول فنرم رو ریش میکنم با دنباریک. این دوتا سمت نکنید، این رو میبینید، دقیق ببینید این فنرهایی که بیرون هست اول یه مقدار میکشم، دوباره میرم دوخ میزنم. خیلی هم نباید بکشید، خیلی کم. این نکن خودش ببینید یه ذره قوس بهش میده، خیلی کم. ببینید نکنید خودش قوس دار شده، ببینید. خب دوباره سر کار قیچی میکنم به این صورت، فندک میزنم برای اینکه ریش نشه و شروع میکنم به دوختن. 1.5 تا 2 سانت علامت میزنم و دوختم رو انجام میدم. این قسمت فنر 2 تا جای دوخت داره، من دوختم رو روی این قسمت ها دارم انجام میدم. میبینید وقتی قشنگ فنرها رو میکشیم خود فنر توی عصایی ها میشینه و راحت میتونید دوخت بزنید. خب به این قسمت که میرسم قیچی میکنم، ببینید اول یه تا میزنم راحت تر بشه، قیچی میکنم و به این صورت ته فنر رو میسوزونم. حالا بریم دوباره از بالا. یه چند تا چرت میزنم برای اینکه باز راحت تر بخوابه. 3 تا چرت کوچیک کافیه ها، زیاد نباید بزنیم. این بار از پایین کار شروع میکنیم. نیش کار اول میزنم، قشنگ کارانجی میکشم. بعد شما کارانجی بگیرید که چروک نیفته، چین نخوره. قسمت پایین کار دوستان میتونید به صورت تخصصی تو کلاس های ما شرکت کنید و مدرک بین‌المللی و سازمان فنی حرفه‌ای بهتون تعلق بگیره تو کلاس های فوق تخصصی شب و عروس. خب این قسمت هم دوختیم. ببینید کار باید به همین تمیزی در بیاد. ببینید این هم این قسمت. بریم بقیه فنرها رو بدوزیم. خب دوستان رسیدیم واسه قسمت دوخت CFمون. از اینجا تور کار میشه. از قسمت تور 1 سانتی اومدم پایین علامت زدم، از پایینم که 2 سانتیمه. این فنر رو میخوام بهش بدوزم. ببینید اینجا یه قلق داره برای اینکه کارتون تمیز در بیاد. شما میتونید به اندازه فنرتون به این صورت که من علامت زدم، یعنی اگه فنرتون 10 میله، نیم سانت اینور نیم سانت اینور که بدوزید این فنرتون دقیقاً بیفته لای درس، یا نه پشت فنرتون. ببینید الان این 5 تا فنر، 1 2 3 4 5 تا فنر داره. قسمت سوم فنر رو علامت بزنید به همین صورت که من زدم. هنگامی که میخواید بدوزید دقیقاً اون خودکار حرارتی که علامت زدید رو بندازید لای کار تا دوخت پشتتون تمیز در بیاد. که من هم اینو خواستم بهتون بگم هم اونو.
با این دو روش در وسط هایی که میخوایم فنر بدوزیم خیلی تمیز دوختتون در میاد. ببینید الان دقیقا من گذاشتم وسط کار. خب این دقیقا الان وسط درز افتاده. ببینید اینم از کار به این صورت. خب این قسمت ها هم که علامت زدیم به همین صورت میدوزیم. قبل اینکه مثلا میخواید این فنراتون رو علامت بزنید میتونید کاپ سینه که آماده کردید و خب کاپ سینه تون رو به این صورت بذارین، جاشو مشخص کنید، فنراتون رو بدوزین، علامت بزنید که یک موقع این فنرها داخل کاپ نرن. تو خیلی از متدها آموزش ها فنرهایی که میدوزن داخل کاپ هم میره. خب ما هیچ مشکلی نیست، ولی من جوری فنرهامو میخوام بدوزم که این فنرها داخل کاپ هم نره و داخل کاپ هم تمیز باشه، چون خود داخل کاپ دیگه فنر داره. میخوام دیگه این فنرها بیرون کاپمون بیفته. اینم یه روش دیگهش. بریم که این فنرها رو هم بدوزیم، اینم بدوزیم دیگه، زیرسازمون تمام شد. بریم برای اتو کشی و لای اسلش. خب فنرهای این قسمت هم بدوزیم. از این قسمت تا اینجا رو تقسیم بر 2 کردم، وسط کار رو پیدا کردم، فنر رو قیچی کردم، بالا و پایینش رو دوباره مجدد فندک زدم. اینها دقیقا باید اندازه هم باشه. سر، انتها و ابتدای فنرم که بس میزنیم محکم بشه. حالا بریم این قسمت. ببینید فندک رو میزنم، میذارم، علامت زدم، یه مقدار بسو که زدم ببینید فنر رو میشکنم، قیچی میکنم و ادامه کار. بچه این قیچی ها خیلی خوبن، حتما یه نردین قیچی ها واسه فنر دوزیتون بگیرین که راحت تر قیچی هاتون هم خراب نشه. بریم این قسمت تمامشون رو فنر 10 میل استفاده میکنیم. برای این قسمت میتونید فنر 12 میل هم استفاده کنید، ولی من همون فنر 10 میل استفاده کردم برای اینکه اینجا محکم تر باشه. خیلی از اساتید میفرمایند فنر 12 میل استفاده کنید که اونم میشه به عنوان ستون عمل میکنه. از این قسمت تا این قسمت یکسان این بر جای دوخته. از اینجا تا اینجا رو تقسیم بر 2 میکنم، وسط کار رو پیدا میکنم و فنر رو میدوزم. تمام فنر رو هم به قسمت قوس فنر دوختم.
مهمترین قسمت فنردوزی. ببینید ما برای اینکه بخوایم فنرمون به صورت گن عمل کنه، این قسمت از این قسمت تا این قسمت رو یه فنر میدوزیم. ببینید از این قسمت تا این قسمت میشه، از اینجا تا اینجا هم دوخته، ولی از این قسمت تا این قسمت بدوزیم محکم‌تر میشه. از روی همین فنر و تقریبا وسط کار ببینید خودش دیگه به صورت مستقیم. اوکی. اگه من تو میدوزم به خاطر اینکه دیگه بچه من خیلی فنر دوختم، خاطر اون شما آروم بدوزید که سوزناتون لب‌پر نشه. اگر فندک براتون مقدور نبود میتونید لبه های تمام فنرهاتون رو چه بالا چه انتهاشو چسب بزنید. چسبای یا میتونید شیشه‌ای بزنید، یعنی چند نوع چسبای کاغذی، هر دوتاش میشه، ولی خب فندک دیگه راحت تر. این هم این قسمت این کارم سیب میکنم. خب شما تمیزی کار رو ببینید، دوخت رو ببینید، تمام اینا رو همه رو با نخزن قیچی میکنید. اینجای کار بریم این دوتا فنر این قسمت هم بدوزیم که دیگه زیر سازمون تموم میشه. خب ببین از قسمت قوسی فنر میذاریم اینجا، یه مقدار کار رو میکشیم به این صورت. تقریبا 2 سانتی مونده قیچیش میکنیم. آخرین فنرمون. اینجا درز کار من نیست، 1 سانت مونده و من قیچی میکنم. اشتباه گفتم، درز کارم هست، اینجا درز کارمه و درز کار من 1 سانت جای دوخت داره که من 1 سانت مونده به کار رو تموم کردم. این تا این قسمت دیگه میره توی مانکن، قسمت اتوکاریش انجام میشه و کاپ های گربه این گذاشته میشه جاش، علامتاشو رو میزنیم، میایم کاپاشو میدوزیم و لای اسلشش رو میکشیم. اینم از دوخت فنرهامون. زیر سازش ببینید چقدر تمیزه. لباس عروس ها باید زیر سازشون همینقدر تمیز باشه. امیدوارم که تا اینجای کار راضی بوده باشید از دوختشون. سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم برام یادتون نره، حتما برام کامنت بذارید و منو سابسکرایب کنید. هر سوالی هم داشتین
توی کامنت ها ازم بپرسین. مرسی که تا این قسمت ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار شما.